شاعره محبوب توجیک شهریه احتمزاد به سن مبارک 70 رسید. شهریه احتمزاد برای خوانندگان بیشتر همچون مؤلف شعر معروف کرته چتی قلمی آشناست که آوازخوان محبوبمان ملکه سعید بر پایه آن ترانه خیلی زیبا سروده است. شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در دهه شیرگاوت نویه ونج به دنیا آمده است. دوره طفلی در دهه شیرگاوت نویه ونج گذشته مکتب میانه را در مرکز این نویه ختم کرده است. دستپرور رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشکده آموزگاری تاجیکستان است. اشعار شهریه در کتاب‌های بوسه های مهتابی، شمیمه نور، زن در اسارت تنهایی، در کنار شعر، مهر شعر، تمنا، اشک شقوق، ترانه سبز، نیایش استقلال نشر شدند. برای مجموعه اشعارش با نام حماسه زن سزاوار جایزه ادبی به نام ترسونزاده شده است.